ساکنان تاجیکستان کمبود نیروی برق و بلندی نرخ‌ها را از مشکلاتی می‌دانند که مشقت ماه رمضان را برایشان سخت‌تر می‌کنند. همین سحر خورکم با در تاریک گذراندیم، با چراغ‌های چی گذراندیم، با تلفن و چراغ‌های شمع هم که گذراندیم. دیگه همین مردگی نهازی ساعت چند شده نیست. تا 4 مارس اکثر محله‌های شهر دوشنبه برق دائمی داشتند، اما حالا برق به خانه‌ها مدت کم داده می‌شود. این در حالی است که مدیر کل شبکه‌های تقسیمات برق جناب گجرال در نامه از زیردستانش خواسته است در رمضان همه روزه از ساعت 4 تا 8 صبح و از 17 تا 21 شام تمام کشور با برق تامین شود. در برابر بی‌برقی و سردی‌های رمضانی ساکنان کشور از بالاروی نرخ غذا نیز شکایت می‌کنند. گوشت قیمتی داره، هیچ قیمت، همه چیز چرا قیمت داره. گوشت 80 تومن شده امخیل. شیر تا 9 تا 10 یخل جدا است. خم قیمت چی داره؟ در بازار خیلی ارزون بود پیش رمضان، یک سامان بود. بعد رمضان یک نیم سامان چی داره مقصد 35 سم 40 سم خریمش. خیلی اردم قیمت چی داره 270 بود 300 چی داره. اون چه که مردم میخرن مردم رادوزی میایه اما قیمت چی داره. دلیل بالا رفتن نرخ‌ها را در بازار تاجران گران شدن ارزش محصولات در بازارهای عمده فروشی مینامند. وابسته ای همون صاحب کاری کلان ای مثلا با یکی اپتومتن بسیار دارن. همه سال ماه رمضان در تاجیکستان خوراکواری گران میشه. خصوصا این ماه که ثواب است و خداوند وعده های زیاد کرده است، باید از ثواب این ماه محروم نماند و کوشش کند که در این ماه حداقل ارزان فروشی کند. یعنی نرخ فروشات که خودش هم ضرر نبیند و دیگران هم ضرر نبیارند. بر اساس قرار شورای علمای تاجیکستان ماه رمضان در تاجیکستان 11 مارس آغاز شد و تا 10 اپریل ادامه می کند. مردم تا ساعت 5 صبح فرصت دارند سحرخوری کنند و تا ساعت 18:40 تقریباً 14 ساعت روزه می دارند.